یادتان است وقتی که به افتتاح سلما آمدم شما گفتیم این روز در خیال نمیدیدین، از خاطر فکر نمیکردین که افغانستان صاحب یک زعیم شوه که سر آب حریر رو سر خدا بته. هر قطره آب حریر رو در مدیریت خواد کردیم، مثل که سلما را مدیریت کردیم. تقاضای ما از دولتی هست که جلو هر نوع مداخلات را نسبت به پیشرفت امورات انکشافی باید گرفته شود و از منافع ملی اهم از هر چیزی که میخواد باشه باید دولت از مردم حمایت بکنه و جلوی مداخلات بگیره و مردم هم همکار باشه با دولت برای حفظ منافع ملی کشور.